بسم الله الرحمن الرحیم. حبیب رحمان حقیار هستم، یک تن از دکانداران ولایت پکتیا شهر گردیز. از ما خود دکانداری دیگه تقریبا 25 سال میشه. خود متعلم هستم دیگه. پیش ما هست سالهای مختلف از خارجی ما داخلی هم هست دیگه. مثلا دا سالهای خارجی که از اصل بیر است که مردم به خاطر مرض شکر میگیرن یا گون داویی چیز جور میکنن که نسبت به دیگه سالها یک ذره قیمت‌ترن. و بعضی از سالها که هست و از سالهای وطنی است از خود ما شما، مثلا که از سالهای شنشروب است و شنشروب گل سنجد شفتل و دیگر چیزها است و در امی از سالها است دیگه. مثلا از سالهای وطنی قیمت هم اصل خارجی است که اصل بیر نام داره. دو کل از سالها و یک ذره قیمتش بلندتر است. سیزن خمیس سیزن زمستان است. مردم یک ذره زیاد اصل میگیرن به خاطر که اصل خودش یک ذره خاصیت داره که به خاطر توق و زکام گپا خوب کار میکنه. به این خاطر در دکان به غیر اصل زعفران هم داریم. زعفران ایراتی است، خوب زعفران است دیگه. علاقمندان دارن دیگه. خوب است هم اصل و زعفران است.